نام من منصور است. از فیلیپین هستم و 35 سال سن دارم. من در یک خانواده کاتولیک به دنیا آمدم و یک کاتولیک کلان شدم. من هر روز به کلیسا می رفتم. هر روز، نه هر یک شنبه، نه هر ماه، نه هر هفته، هر روز به کلیسا می رفتم. سفر من در اسلام از جای شروع شد که انجیل را دقیق مطالعه کردم. کمکتان میکنه تا تحلیل کنین هر بخش آن، نه فقط با خواندن، بلکه باید او را نکته به نکته تحلیل کنن که چه قسم ای امکان داره و چرا این چپتر انجیل ای طور گفته، اما در این چپتر یک چیز متفاوت. شما باید عمیق مطالعه کنن و تحلیل کنن. تحلیل ما یک سوال بزرگ برایم خلق کرد. وقتی که من شروع کردم به مطالعه انجیل، ما تحلیل کردم که دستورات آن در مورد اسلام بود، نه در مورد مسیحیت. یعنی حضرت مسیح برای معرفی حضرت محمد آمده بود. وقتی که اسلام آوردم دیگه برایم تمام شد. فقط اسلام کافی بود. هر چیزی که خانوادم گفت برایم مهم نبود. مادرم میگفت خانواده ما آزاد است. آزاد است به خاطر که بیشتر ما اعضای خانواده ما آزاد بودن. هر کدام ما مذهب جدا داشتیم. هر کدام ما یک دین داشت. پس خانواده ما آزاد بود. چیزی که مادرم برایم گفتی بود که خودت میفهمی که دین درست کدام است، پس قبولش کن. اسلام یاد میده که چطور یک انسان خوب باشم. من در درونم احساس میکنم که نسبت به گذشته ها من چقدر زیاد تغییر کردم. استادم برام گفت والدینت دوست داشته باش. قبلا اگه من فقط یک بار در ماه با والدینم زنگ میزدم، حال بسیار زود زنگ میزنم. تحلیل کردن با شما کمک میکنه تا اسلام قبول کنن و عقیده تان محکم باشن. اسلام و عقیده داشتن ما را پیشرفت میده، کمک میکنه. پس نیاز نیست که نگران باشن. ضرور نیست تا به کسی بگوین، پیش خودتان نگاش کنن، بین شما و الله، و انسان خوبه باشن. پیش خودتان نگاش کنن که شهادت گفتنیایی که مسلمان شدن ضرور نیست که به کسی بگوین. انسان خوبه باشن. ای اسلام است.